اکرم ممرزا درو نگی تو فرا یک تبریکات نوروزی که درو تو فرا میگیری بیا همه مردمی نویه خود رو با روز نوروز یعنی تبریک میگم و با اونها سلامتی آرزو دارم. نمیشه شعر نمیگی ممرزا؟ نمیشه شعر چی بگو چی گفتی؟ نوروز شد و لاله خوشتنگ بر اومد مردم با تماشای نویه رودکی اومد. خرسکاش بابا شرکت تیسل صاحب تلفن آفرین باز یکو نفرید آمده هندرده باز ای خانم هم باشم یک خالم هم اگر برای من چیگه بدون از طرف شرکت تیسل بیا تو اگر مختصر اگه چطوری بیا پا همین وای بره کی بدونه دست بالا کنه در وای بیر دیدی همین چیگه هم رنگی وای بره یک لحظه میگه که برنامه چیگه از طرف شرکت تیسل علم خیلی تمام یک توفر میگیره خود رسول احمد مرحمت سلام اسم شما محمد رضا خیلی خوب یک قصه برای محمد رضا میزنیم شما در کدام مکتب میخونید من در مکتب گیمنازیا بچگان نوخال من درسی دهم میخونم آفرین خدا خواه خب مسئله ما فهمیدید من از شما خواهش میکنم که برای ما و برای تماشابینان نوای رودکی درباره همین برنامه چیگه کم معلومات مختصر معلومات میدید چه برنامه چیگه از طرف شرکت تیسل یعنی ساخته شده است برنامه و مثل وایبر و واتساپ ایمو برای یعنی پیامک روان کردن برای یعنی دیدن مثلا زنگ‌های تلفنی و باز این خیلی هم ارزان است که از مسکو یا که از دیگر دولت‌های خارجی با همین رقم‌های تل که با ما که زنگ میزنند در آنجا مثلا کمتر مبلغ صرف می‌شود و بعد طریق اینترنت نمیتونی که گپ زنید بهترین همین برنامه چیگه پام مثل همین وایبر خیلی نتر اسمکای خیلی دارم اسمایلی که دارم گفتی گپا خیلی دارم استیکرهای بسیار دارم خیلی رسم رو روان میکنی ویدیو با خوبترش هم میگه که همون اسمایلی که همون رسمکا باز رنگ همین چیمو رنگ ملی یعنی که تاجیکی هم خیلی است برنامه چیگه با چند زبانه با چند زبان با سه زبان انگلیسی روسی تاجیکی انگلیسی روسی تاجیکی فقط تنها در همین تاجیکستان و در جمهوری روسیه میشه که بیرون هم میشه برنامه در تمام دنیا مثل وایبر ایمو برنامه چیگه شما میتونید که با طریق برنامه چیگه با تمام دنیا که در دنیا فرزندان شما دوستای شما برادرای شما که زندگی میکنند میتونند که با برنامه چیگه با طریق برنامه چیگه در یک با چند سوم استفاده میبرند چند سوم مثلا چند سوم در مبلغش در مدت یک ماه چند سوم مثلا داخل بکنید در همون داخل همون سیم کارت چیگه چند استفاده میبرند در یک ماه چند سوم بگو با طریق 15 سوم این ارزانه یا که نسبت به تنه وایبر با واتساپ ارزانه برای شما می طرفای چیگه یعنی برنامه چیگه معقوله هر استفاده میبریم برنامه چیگه پا محمد رضا خوش میکنم توفای نخستی رو آورده برامد این توفا از شرکت موبیلیتی سیل برای شما تقدیم اکرم ممرزا درو نگی تو فرا یک تبریکات نوروزی که درو تو فرا میگیری همه مردمی نویه خود رو با روز نوروز یعنی تبریک میگم و با اونها سلامتی آرزو دارم. نمیشه شعر نمیگی ممرزا؟ نمیشه شعر چی بگو چی گفتی؟ نوروز شد و لاله خوشتنگ بر اومد مردم با تماشای نویه رودکی اومد. خرسکاش ما برای محمد رضا طرف شرکت تیسل و شرایط شهر رودکی محمد رضا توفا مرحبا بارکالله یک دهنگب قید توفا را میگیره ویجدانی سالی برادر این یک دهنگب لیگی هنر در کار جسارت در کار که بلندی بر آمده با واسطه بلندگویت مختصر تشکر شکفان یک قصه برای زنای تاجیکستان میزنه یکی مثل گلبن شکوفان حالا وقتی که خانه که میدونم اینم ما امی زنم اگر نو بست اگر زیبان باشه بیزیبان باشه سخن خوش خدی دلم را خرسان خد تو همین نوروز بگو سخن خوب گفتی دل را گفتم سرک آنا سرک گفتم
خشروی گفته بزن یک پریواری خشروی مثل ده خشرو در روی دنیا ندیدم هندیا خرید خشرو نیستن هندیا هندوسا افریکانسا گفته تو در حقیقت خشروی تو گفته زنک تو در جگری مایی سلام خرسانش راحت که گفت در 15 سال زندگی بار اول قدر سخنهای خشرو سخنهای خوبم میشنوم نیست از دهان شما گفته تو در جگری مایی تو در جگری مایی؟ تو در جگری مایی گفتم بچه بعد گفت که خیلی سخنهای خوبم بار اول میشنوم با طرف عالم گفته که من هم نمیدانستم همه روز دکتر رفتم دکتر گفت در جگرت کیر مایی دیدی همه برادر عزیز یا خرسان